دوستان مازاراتی تازه وارد هایپرکار این نجی شیر و کت دالگت کسکش حرامزاده. امروز من بریم مامی چند تا از بهترین ماشین ایران که تازه اومدن داخل تهران با هم دیگه پیدا کنیم. از ساعت 5 قراره همشون بیان بیرون و جاهاشون هم بلدن. قراره دقیقاً بریم همونجا تا این تایپ که همراه من باش و از مازاراتی قرمز گرفته تا دوج کربنی آبی و کلی بیانوی خفن که توی این ویدیو هستن همه. تا این ویدیو همراه باش. فقط یه چیز برام کامنت بذار که از بین این ویدیو از بین ماشینایی که داخل این ویدیو هست از کدومش بیشتر خوشت میاد و مورد علاقته. حتما برام کامنت بذار، لایک کن، سابسکرایب کن و اینکه چنل جدید ما دیگه حمایت کنید. چنل قبلی پرید. خداحافظ. آقا بریم هم دیگه اول نمایشگاه که بغلش داره نشانی ببینیم. اونم بگیر. ماشین چه؟ یه BMW M3 لندکروز 2021 نیو فیس، لندکروز 2010، ولوو سوئدی. اونورتر برو آیایتا رو بگیر. اون داخلم اون یه آیایته و یه موتور کاوازاکیه اینجا. اینجا هم یه دونه 730 یه BMW i8 این صاحب بعدش منم و این خورد. دو تا بنز میباخ 2010 و این i8 خیلی خوشگله. اینجا ما یه دونه بنز اسموسن داریم. این پشت بنز چیه؟ اسمش چیه؟ GLK 350 و یه لندکروز 2024 نیو فیس کیت داره. 24 خفن. آره پلاک ملی هم هست. چنده؟ 50 میلیارد به بالا. نه جدی 50 میلیارد 2024 این تفش از پشت بگیرش. اون از بغل بگیرش. چقدر مقایسهش کنید با ال با 206 با 206 لندکروز 206 هیچ فرقی نداره. هیچ فرقی واقعا با هم دیگه. اتاقشون یکیه کاملا. پشما BMW عروسک خوشگل. صدای چالنجر روی اوف زمین زیر پامو لرزید. چرا؟ پشما تقریبا ساعت 6 خب تا ساعت 8 قشنگ یه پیست میشه. تا همین چند دقیقه اول ویدیو کلی ماشین خفن دیدیم. ببین تا آخر ویدیو چقدر ویدیوهای خفن‌تری در میاد. چه ماشین خفن‌تری رد میشن اینجا و چند تا ماشین خفن هست که اصلا نیومدن بیرون هنوز. تا می خورده شبشه میام بیرون. تا این ویدیو حتما ببینید. اگه تا الان داری ویدیو رو نگاه می‌کنی ویدیو رو لایک نکردی اول لایک کن، بعد کامنت بذار و سابسکرایب کن. سراتو سایپای دو دره. ادیتور عکس 14 اینو بذار. کسچر بود واقعا کسچر. دوستان مازاراتی تازه وارد هایپرکار این نجی 207 یک دستگاه بنز E200 بنز E200 بود. محمدم اینجا مشاهده میکنید. BMW یه هاشبک موتور سنگین دارم ویدیو میگیرم. BMW یه M5 اصل. دوستان این آلفا رومئوی دو در جذاب اینجا ببین و من وسط خیابون فرشته است. این همه گوز بود. بریم محمد توربو رو پرنگ کنید. مثلا الان ویدیو رو قطع کردم. الان فکر بکنم من ویدیو رو قطع کردم. آره چونش چقدر استخونیه. محمد سرش رو دوشیه. میخوام این بطری رو به سمتش پرتاب کنم. ویدیوت فان شد. ایول شما محمد دوباره حواسش پرت شده داره اون مرا نگاه میکنه و ما قراره دوباره ویدیوت فان شد. دیگه چیکار میکنن؟ دوربین میگیره تو چیکارت میکنه؟ وجود گردن میگیری فلاش میکنم تو صورت من بگم دیگه هم میریزم نکن من میدونی روانی هم نب بگیر
یه دونه لنکروز گوجه‌ایه. آره دیگه همینی گوجه‌ایه فقط رفتون داخل. این زیاد گرون نیست. چنده اون؟ 7-8 میلیارد. اصلا ایزی داداش. 7-8 تومن نقد کارت میکشم. یک دستگاه آودی تو ایران Q5 بود آودیه. آودی شبیه کویک بود. انصابش بلاکش کن. خب آقا یه دونه اسم این چیه؟ ولوو سوئدیه چی؟ 8 سیلندر 10 میلیارد. دمش کم، دم بچه محلاش کم، ولی رنگش خوشم نمیاد. یه خورده رنگش واسه ببینیم دقت کامل. خورده رنگش خیاره بقول چیز، رنگش واقعا خیاره. اینم موتور 125. یک دستگاه BMW E60 و BMW M5. پلیس ها بعد نگام کردن. فولکس واگن تازه داره شروع میشه. بزنمت محمد؟ التماس خواهمانی کن. رو التماس میکنم صاف کنید. آفرین صاف کنید. آو فولکس واگن گلف 500 است و بخار. محمد احمد دیر دوربین روشن کرد نشد بگیرم. بنز E350 عروسک. E250 بود. محمد توربو دراز 207 و دوباره بنز E250 زیبا. تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از اینجا خوشتون اومده باشه. حتما داخل کامنت بدید که از کدوم ویدیو، یعنی از کدوم ماشینا خوشتون اومد. و اون مادراتی واقعا خیلی خفن بود و اون دوج آبی کربنی و اینکه هر چی دارم بعد. آره محمد توربو کونیه.